بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و درسی که ما قرار داریم این صفات حروف است و موضوع امروزه از صفات متضاد، از صفت‌هایی که ضدیت دارند، این شدت، رخاوت و در بین آنها توسط است. شدت در لغت سختی و قوت را گویند. در اصطلاح علم تجوید بستن جریان صدا را گویند که در مخرج هنگام تلفظ حرف شدت به وقوع می آید. در رسم ببینید دوستان، اینجا مثال حرف جیم. ببینید دوستان، صدا از ته می برآمده و در مخرج حرف جیم که بین زبان است، بین زبان به کام می رسد، در اینجا جریان صدا قطع می گردد. ببینید اج، صدا از ته برآمد و در مخرج حرف جیم اج قطع گشت. این است معنای شدت. حرفهای شدت، حرفهایی که صفت شدت را دارند 8 می باشند که آنها را ابن جزری رحمت الله بر او باد در عباره زیرین جایگیر کرده است. اجید قطن بکت. دوامش رو میخونیم. حرفای کف و تا که صفت همس را نیز دارند، بعد از بستن جریان صدا آواز به آهستگی میبراید. یعنی دوستان عزیز، از همه این حرفای شدت، دو حرف کف و حرف تا صفتی همس را دارند. ما همس را در درس پیشی گذاشتیم که آواز به پوشیدگی به گوش می رسد. هنگام تلفظ این حرف ها وقتی که با ساکن هستند، بعد از شدت صفت همس می شود. ببینید ات، اول شدت است، ات جریان صدا بسته شد و بعد از آن هوا به آهستگی برآمد. ات. حرف کف نیز اک، اول جریان صدا در مخرج بسته شد، اک، بعد از آن هوا به آهستگی برآمد، اک. اکنون میگذاریم رخاوت را میخونیم، چون توسط در بین هر این هاست. اول رخاوت را میخونیم، بعد توسط را. رخاوت در لغت نرمی و سستی را گویند، یعنی مقابل شدت. در اصطلاح علم تجوید جریان پره صدا را گویند که در مخرج هنگام تلفظ حرف های رخاوت به وقوع می آید. مثال حرف شین اش. ببینید دوستان، مخرج حرف شین این بین زبان به کام برداشته می شود، اش، و از آنجا ببینید مخرج بسته نمی شود و هوا برآمدن می گیرد، اش. در جیم چی بود؟ اج، مخرج بسته می شد. در شین باشد که حرف رخاوت است، مخرج بسته نمی شود، اش. حرفای رخاوت، حرفایی که صفت رخاوت را دارند 15 تا حرفهای باقی مانده الفبای عربی می باشند. یعنی شما حرفای شدت را از خود می کنید، اجید قطن بکت 8 تا، و 5 تا حرف توسط را از خود می کنید، لین عمر. باقی مانده حرفهای رخاوت می باشند. اکنون می گذاریم به توسط. توسط در لغت میانه را گویند. در اصطلاح علم تجوید نه پره قطع شدن صدا و نه پره جریان یافتن آن را گویند که هنگام تلفظ حرفهای توسط به وقوع می آید. یعنی صدا نه پره قطع می شود و نه پره دوام می دهد، جریان می یابد، بلکه در بین شدت و رخاوت است. ما گفتیم در شدت صدا قطع می گردد، در رخاوت باشد صدا قطع نمی گردد، برآمدن می گیرد، و توسط باشد در بین آنهاست، نه پره قطع می گردد و نه پره جریان می یابد. مثال ها رو می خونیم دوستان. حرفای را ار، ا، اینچنین ال، ام، ان. حاضر در پایان اندازه‌گیری این 3 صفت را می‌بینیم.
اندازه‌گیری بین این سه صفت. اندازه‌گیری زمانی حرف‌های حرکت‌دار شدت، توسط و رخاوت برابرند. مثال‌ها: یک تومو، سئلت، یعیدکم. دوستان ببینید وقتی که حرف‌های این سه صفت با حرکت می آیند اندازه‌گیریشون برابر است. ببینید یک تومو، در اینجا حرف یا حرف رخاوت است، حرف تا باشد شدت است، میم باشد توسط است. به سببی که آنها حرکت دار هستند اندازه‌گیریشون یعنی درازیشون یک است. موضوع را دوام می‌دهیم. اندازه‌گیری زمانی حرف‌های ساکندار شدت، توسط و رخاوت از همدیگر فرق می‌کنند. یعنی هنگامی که این حرف‌ها با ساکن می‌آیند اندازه‌گیریشان یعنی درازیشان از همدیگر فرق می‌کند. یکم، اندازه‌گیری حرف‌های رخاوت ساکندار از حرف‌های توسط ساکندار درازترند. دوم، اندازه‌گیری حرف‌های توسط ساکندار از حرف‌های شدت ساکندار درازترند. مثال‌های شدت، توسط و رخاوت را در اساس چراغک راهنما دیده می‌بریم. برای آسان فهم شدن دوستان ما این مثال را آوردیم. ببینید اینجا زمانه حرف‌های شدت که زمانه‌شان درازیشان خیلی کوتاه است. دوم، زمانه حرف‌های توسط که درازیشان در بین حرف‌های شدت و رخاوت است، یعنی کمی از شدت درازتر است. و سوم، زمانه حرف‌های رخاوت یعنی از توسط و شدت دیده اندازه‌گیریشان درازتر است. حاضر مثال‌ها را خوانده می‌بریم. ببینید مثال‌های شدت: اج، اد، اق، اک، ات، ا. ببینید اندازه‌گیریشان خیلی کوتاه است وقتی که آنها با ساکن می‌آیند. دوم، مثال‌های توسط: ببینید ار، ا، ال، ام، ان. از حرف‌های شدت دیده کمی درازترند اندازه‌گیریشان. و سوم، مثال‌های رخاوت: اس، از، اس، اس، او. اندازه‌گیری حرف‌های رخاوت باشند باز درازترند. اکنون اندازه‌گیری زمانی این سه صفت را در سوره شرح دیده می‌بریم. در یاد دارید دوستان رنگ سبز این حرف‌های رخاوتند، رنگ سرخ باشد این حرف‌های شدتند و رنگ زرد باشد این حرف‌های توسطند. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرک. ببینید حرف شین و حرف ح که رخاوت است الم نشرح اندازه‌گیریش درازتر است نسبت از حرف‌های شدت صدرک و از توسط الم. دوامش و وضعنا عنك وزرک الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خلاصه درس دوستان عزیز، اندازه‌گیری حرف‌های رخاوت درازتر است، شدت باشد کوتاه‌تر است و توسط باشد در بین آنهاست هنگامی که این حرف‌ها با ساکن می‌آیند. سوال‌ها برای سنجش: صفات حروف را شرح دهید. صفات حروف چند قسم می باشند؟ صفت‌های جهر و همس را شرح دهید. حرف‌های آنها کدام هایند؟ شدت، توسط و رخاوت را شرح دهید. حرف‌های آنها کدام هایند؟ اندازه‌گیری زمانی حرف‌های شدت از حرف‌های توسط
چه فرق دارند؟ اندازه‌گیری زمان حرف‌های توسط از حرف‌های رخاوت چه فرق دارند؟ وظیفه خانگی: صفات حروف گذشته را حداقل 3 مرتبه خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.